در دنیایی که امنیت حرف اول رو میزنه، پهپادهای نظامی نیز مانند جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها و هلیکوپترهای تهاجمی به طور گسترده در درگیری‌های جهانی ایفای نقش می‌کنند. در این ویدیو با 10 تا از جدیدترین پهپادهای نظامی دهه اخیر آشنا میشیم که هر کدوم نمادی از پیشرفت تکنولوژی و قدرت نظامی اون کشور به حساب میاد. حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش، چرا که 3 تا از خفن‌ترین پهپادهای دهه اخیر که تکنولوژی توانایی‌هاشون شگفت زدت میکنه رو در انتهای این ویدیو معرفی کردم. پهپاد شماره 10 TAI آکسونگور ترکیه. در رتبه دهم پهپاد آکسونگور ساخت کشور ترکیه قرار داره که به عنوان جایگزینی برای MQ-9 ریپر از شرکت جنرال اتمیک امریکا شناخته میشه. این پهپاد از اکتبر 2021 در حال خدمته و توسط نیروهای دریایی ترکیه تحویل داده شده. این پرنده بدون سرنشین علاوه بر نیروی هوایی ترکیه در چندین شاخه نظامی دیگه از کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار گرفته. آکسونگور با ارتفاع متوسط و ماندگاری طولانی داره برد 6500 کیلومتر و سرعت 250 کیلومتر در ساعته با حداکثر ارتفاع پرواز 7620 متر، وزن برخاست 3300 کیلوگرم داره. پهپاد شماره 9 چینگ-2 جی-2 یا وینگلونگ 2 چینی پس از شماره 10 پهپاد وینگلونگ 2 چینی قرار داره که در بازارهای بین‌المللی با نام چینگ-2 جی-2 شناخته میشه. این پهپاد در عمل اثبات شده است و پاکستان، امارات متحده عربی و مصر اون رو برای نیروهای مسلح خودشون خریداری کردن. وزن برخاست این پهپاد 4200 کیلوگرمه و میتونه به ارتفاع 15000 متر برسه. حداکثر سرعت وینگلونگ 2 370 کیلومتر در ساعت با برد پروازی 10000 کیلومتره. این پهپاد از سال 2022 در حال خدمته و برد بلند و برخورداری از موشک‌های هدایت لیزری اون رو به یکی از موثرترین پهپادهای نظامی جهان تبدیل کرده. پهپاد شماره 8 آلتیر یا سوکول آلتیوس روسیه. دیگر هواپیمای بدون سرنشین با ارتفاع متوسط و برد طولانی آلتیوس روسیه است که در رتبه 8 قرار میگیره. این پهپاد از سال 2011 در حال توسعه بوده و در سال 2021 به طور رسمی به خدمت گرفته شد و در همون سال توسط نیروی هوایی روسیه پذیرفته شد. وزن برخاست آلتیوس 8000 کیلوگرمه و معمولا با نام سازندش آلتیر شناخته میشه. آلتیوس یه نسخه بزرگتر و سنگین‌تر از رقبای خودشه که سرعتی برابر با 250 کیلومتر در ساعت داره. با برد 10000 کیلومتر حداکثر ارتفاع پرواز این پهپاد به 12000 متر میرسه. پهپاد شماره 7 بایراکتار کزل‌المای ترکیه. در رتبه 7 پهپاد کزل‌الما ساخت شرکت بایکار ترکیه قرار داره. نقطه درخشش این پهپاد پیشرفته قابلیت پنهانکاری و مانورپذیری بالای اونه. بالاترین ارتفاع عملیاتی کزل‌الما 9144 متر و برد عملیاتی اون 5700 کیلومتره. وزن برخاست این پهپاد 1500 کیلوگرمه که توانایی رسیدن به حد سرعت 1111 کیلومتر در ساعت رو داره. در حال حاضر این پرنده بدون سرنشین با 2 نمونه اولیه در حال توسعه است و انتظار میره که در سال 2025 به طور رسمی به خدمت گرفته بشه. پهپاد شماره 6 هونگدو جی-11 چین. در رتبه 6 هواپیمای دیگه‌ای از چین هونگدو جی-11 قرار داره. جی-11 با نام مستعار لیجیان به معنای شمشیر تیز در نمایشگاه ایرشوی چین در اکتبر 2021 به نمایش در اومد. این پهپاد چینی با طراحی پنهانکار و قابلیت‌های شناسایی و حملات هوشمند به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای موجود شناخته میشه. توانایی عبور از دفاع‌های هوایی پیچیده از ویژگی‌های بارز این پهپاد به شمار میاد. جی-11 با وزن برخاست 20215 کیلوگرم، مشخصات شامل برد عملیاتی 4000 کیلومتر و حداکثر سرعت 1000 کیلومتر در ساعت داره. پهپاد شماره 5 بایراکتار TB2 ترکیه. در رتبه 5 بایراکتار TB2 دیگر پهپاد ساخت کشور ترکیه که توسط شرکت بایکار توسعه پیدا کرده قرار داره. این پهپاد با ارتفاع متوسط و ماندگاری طولانی به نیروهای مسلح ترکیه طراحی شده و در حال حاضر 600 واحد از این پرنده بدون سرنشین در حال ساخته. این پهپاد نخستین بار در سال 2014 به کار گرفته شد. با تجهیز به مجموعه حسگرهای پیشرفته، TB2 میتونه به طور ماهرانه دیگر تسلیحات و تجهیزات مانند پهپادها و موشک‌ها را هدایت کنه. برد عملیاتی این پرنده 200 کیلومتره
و با وزن برخاست 700 کیلوگرم و حداکثر ارتفاع پرواز 7620 متر میتونه سرعت 222 کیلومتر در ساعت رو ارائه بده. قبل از اینکه با پهپاد شماره 4 یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای پنهانکار جهانش آشنا بشیم، حتما این ویدیو رو لایک کن که با این کارت کلی بهم انرژی و انگیزه برای ساخت محتوای خفن‌تر میدی. پهپاد شماره 4 سوخو اس-70 پوخودنیک بی روسیه. در رتبه 4 نخستین پهپاد جنگی پنهانکار روسیه سوخو اس-70 اوخودنیک قرار داره که به عنوان ادامه دهنده پروژه قبلی میگ به نام اسکات معرفی شده. این پهپاد با حداکثر سرعت 1000 کیلومتر در ساعت و وزن برخاست 25000 کیلوگرم میتونه برد عملیاتی 6000 کیلومتر رو ارائه بده. این پرنده بدون سرنشین برای همکاری با جنگنده نسل پنجم سوخو 57 طراحی شده و در حال حاضر تنها 2 نمونه عملیاتی از اون در حال کار هستند. نخستین پرواز سوخو اس-70 در سال 2019 صورت گرفت و قرار در سال 2025 به طور رسمی به نیروی هوایی روسیه ملحق بشه. پهپاد شماره 3 XQ-58A والکری ایالات متحده. آشنایی با 3 پهپاد برتر ما در این لیست با معرفی والکری از ایالات متحده آغاز میشه. والکری اساساً به عنوان پشتیبان جت‌های جنگنده طراحی شده و به اپراتورهای مستقیم یا هوش مصنوعی آنبورد وابسته است. برخی از توانایی‌های این پهپاد قدرتمند شامل شناسایی میدان نبرد، درگیری با اهداف و اقدام به عنوان فدایی یا قربانی برای محافظت از هواپیماهای جنگی و خلبان انسانیه. والکری با وزن برخاست 2722 کیلوگرم و حداکثر برد 5600 کیلومتر عرضه میشه و با حداکثر ارتفاع خدمت 13715 متری که داره میتونه به حداکثر سرعت 1050 کیلومتر در ساعت برسه. پهپاد شماره 2 BAE Systems ترینیس یا داسو نیرون بریتانیا و فرانسه. در جایگاه دوم ترینیس یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای پنهانکار در جهان قرار میگیره. این پهپاد جنگی توسط همکاری 2 سازنده اروپایی داسو ایویشن فرانسه و BAE سیستمز بریتانیا توسعه پیدا کرده و قابلیت عملیاتی بسیار گسترده‌ای داره. ترینیس که در ابتدا برای دستیابی به سرعت فوق الصوت طراحی شده بود، نخستین پروازهای خودش را در سال 2012 انجام داد. ارتفاع پرواز این پرنده فوق پیشرفته 14000 متر و حداکثر سرعت اون با وزن برخاست 7000 کیلوگرم به 980 کیلومتر در ساعت میرسه. به نظر شما در آینده این پرنده‌های بدون سرنشین فوق پیشرفته میتونن جایگزین جت‌های جنگنده با خلبانان انسانی بشن؟ خوشحال میشم نظرتو در کامنت ها با من به اشتراک بذاری. و اما پهپاد شماره 1 بوینگ MQ-28 گوسبت استرالیا. در صدر لیست ما پهپاد شماره 1 گوسبت قرار داره که توسط بوینگ استرالیا توسعه پیدا کرده. انتظار میره که این پهپاد در حال توسعه قادر به ارتباط با بمب افکن‌ها و جنگنده‌های نسل ششم باشه. گوسبت وزنی معادل 1500 کیلوگرم داره و در بردی فراتر از 3700 کیلومتر عمل میکنه. این پهپاد میتونه در عملیات‌های اطلاعاتی، نظارتی، شناسایی و هدفگیری و مجموعه حسگرهای یکپارچه‌ای که داره به خدمت گرفته بشه. نخستین پرواز گوسبت در سال 2021 صورت گرفت و قرار این پرنده بدون سرنشین فوق پیشرفته در بازه زمانی بین سالهای 2024 تا 2025 به طور رسمی به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا بپیونده. تا اینجا با نمای جامعی از پهپادهای نظامی برتر دهه اخیر و مشخصات و قابلیت‌های اونها آشنا شدیم. برای آشنایی کاملتر با هر کدوم از این پرنده‌های خارق‌العاده حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کن و در ویدیوهای بعدی همراه من باش.